میدونی کمالگراها چه ویژگیهایی دارن؟ بعضیا فکر میکنن کمالگرایی یه ویژگیه که باعث رشد و پیشرفتشون میشه، در حالی که به خاطر سطح استرس و اضطراب بالایی که تجربه میکنن ممکنه که باعث آسیب زدن به سلامت روانشون بشه. حالا بیا بریم ببینیم آدمای کمالگرا چه ویژگیهایی دارن. اولین ویژگی مربوط به انتخاب هدفهای سطح بالاست. یعنی همه چیز باید براشون عالی و سطح باشه و توی هر چیزی بهترین باشن. یعنی با هر آدمی ازدواج نمی‌کنن، سراغ هر شغلی نمیرن و این باعث میشه که کارهای مهم زندگیشون به تعویق بیفته. دوم اینکه به جزئیات بیش از حد لازم توجه میکنن و این گاهی باعث این میشه که خیلی ایراد بگیرن یا روی یه چیزایی وسواس پیدا کنن، مثلا طرز لباس پوشیدنشون یا ظاهری که دارن. سوم اینکه آینده نگری بیش از حد دارن و بعضی وقتا تبدیل به نگرانی میشه. مثلا از خودشون میپرسن اگه با این آدم ازدواج کنم خوشبخت میشم یا نه، اگه وارد این شغل بشم چه اتفاقاتی ممکنه برام بیفته و چیزای شبیه اینها. اگه این ویژگی‌ها برات آشنا بودن، کلمه کمالگرایی رو برام کامنت کن تا یه وایس تخصصی در مورد راهکاراش برات بفرستم.